با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز. ما به یک کوچه میگذشتم که یک فرانسوی را دیدم که یک قصه خیلی هم خوب برای ما کرد و جالب. مثلا شما دیوار رو میبینید نه؟ دیوار ای سنگ ای سفال چیندگی گفتی گپو ای خرسنگ توی زمستان یگان گرم در اینجا سیمنت استفاده بردگی نیست. به یگان چی میگن سیمنت به قنب به دیگه همه خیلی میچینده است، همه خیلی بالا با بالا. و این آدم خوشبختانه در تاجیکستان عزیز ما و شما زندگی کرده است. 3-4 سال زبان تاجیکیش فول تاجیکی را خوب میزنه و کارش هنمیه. میگه من تا 3 اتاژ بدون یگان کار و بار مثلا این خیلی میچینم. و این با مخصوص چی داشته است، میگه صنعت سنگچینی. اینا ببینین فکر میکنه که با یگان قلاب یا که با یگان سیمنت یا یگان چقدر چیندگی شه. همه قصه جالب وای کردم. گفتم خدای شما دوستان شریک شدم. اینو میرا ببینید در کوچه های در کوچه شهر. اینو ببینید، اینو میره همون مردکی که در تاجیکستان زندگی کرد، فعالیت کرده است و کار و بار کرد و زبان تاجیکی را خوب میدونه.